خب ببینید، این تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی بوده. بعضی کشورهای دیگه هم مساعی جمیله به خرج دادن در این مدت. بنابراین این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند، به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید. گزاره‌ای که اول اسم بردید، بله این دو گزاره دقیق هست، یعنی تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. ما کارمون رو در میدان عمل دنبال میکنیم، واقعیت‌ها رو میبینیم فارغ از تصورات و تصویرسازی‌های طرف مقابل.